کسانی که بازی‌های خیلی معمولی میکرد و شأن گلیاپوچ رو آورده بود پایین، پوشیده بود، همه لباس‌ها بلند، هیچ چیز لباس بازی نبود. علاقه زیادی به شعبده بازی و ترفندهای دستی و این چیزا علاقه داشتم. خب سلام میکنم، خیلی خوش اومدید به یوتیوب کانال امیرعلی تاک. بچه‌ها امروز اومدیم بالاخره با آقای ادیب‌زاده، آقای ادیب‌زاده گل. سلام آقای ادیب‌زاده. سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترم. خیلی خوش اومدید. سلامت باشید. دستتون در نکنه که قبول کردید که بیایم با هم یه گفتگو داشته باشیم و میدونم که سرتون خیلی شلوغ بوده و کارهای خودتون رو داشتین و یه کوچولو سخت بود هماهنگی‌ها، برای همین دیر شد یه کوچولو که این ویدیو رو بذاریم براتون. ممنون هستم که دعوتمون کردید و تشکر میکنم از محبت شما. در خدمتتون هستم. قربونتون برم. خب آقای ادیب‌زاده، اول از همه راجع به گلیاپوچ بپرسم. اینکه شما برای اولین بار گلیاپوچ رو کی شروع کردید به یادگیری؟ اصلا چی شد که باعث شد براتون جذاب باشه؟ تو چه سنی بودید؟ والا من تا اونجا که یادم میاد از تقریبا 10 سالگی 11 سالگی تو خونه با بچه‌های خونه همسایه‌ها همین بازیایی می‌کردیم، در حدی که خیلی مبتدی و خیلی زیر چادر و پشت دستمون ببریم و از این چیزها. نه مثلا ترفندهای خاصی که نداشتیم ما. درست. در این حد بازی می‌کردیم و علاقه من بودم. بله. اولین بار اونجوری شروع کردیم؟ بله دیگه اونجوری شروع کردیم، بعد یواش یواش مثلا به دفعات در جاهای مختلف بازی‌هایی داشتیم و خب زمان خدمت هم که خب یکی از بازی‌های زمان سربازی هم گلیاپوچ هستش و شطرنج هست و اینا که اونجا هم باز بازی‌هایی داشتیم. درست. ولی به طور متوسط من به صورت حرفه‌ای بازی نکردم گلیاپوچو. یعنی هیچ وقت پامو تو قهوه‌خونه‌ای نذاشتم که مثلا اونجا آموزشی ببینم، تمرینی داشته باشم اینها. همینجوری خود به خود یک علایقی داشتم و این علایقم تبدیل به یک ترفندهایی شد که بالاخره ارائه دادیم خدمتتون. درست. و یادمه که یه خاطره‌ای هم تعریف کردین برامون که اولین بار یک شعبده باز فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. بله من چون واقعیت علاقه زیادی به شعبده بازی و ترفندهای دستی و این چیزا علاقه داشتم. حتی تو محلمون که کوچیک بودم، من در 11-12 ساله بودم، یه شعبده بازی اومده بود و معرکه گرفته بود و بازی میکرد و یه انگشتونه‌ای کرده بود رو انگشتش و این انگشتو میکرد اینور، انگشتونه میمد روی این انگشتش، از این ور میکرد میمد روی این دستش و مردم هم کف میزدن و پولم میدادن اینا. من هم اونجا داد زدم، گفتم که مرشد شما 2 تا انگشتونه داری؟ و این مرشد تعجب کرد. بعد گفتش که بیا اینجا ببینم. من رفتم وسط و گفتش میخوای شاگرد من بشی؟ گفتم نه. گفت خیلی باهوشی. گفتم خب دیگه حالا ولی من شاگرد شما نمیشم. یعنی یکی از خاطرات دوران بچگیمون بود که خب خاطر علاقه‌ای که داشتم تیز این مسائل رو متوجه می‌شدم. نگاه می‌کردید و رسد. بله. و سر اونجا هم یعنی هوشتون رو بهشون نشون دادید و حالا قبلش گلیاپوچ بازی می‌کردید خودتون یا بعد از همین در حد مثلا خونگی دیگه گلیاپوچ بازی می‌کردیم؟ بله. خیلی هم عالی. خب چی شد که با برنامه گلیاپوچ آشنا شدید؟ یعنی فراخوان دیدید یا دوستی شما رو معرفی کرد؟ بله والا واقعیت من اصلا خودم خبر نداشتم. ما چون تو خونهمون مثلا مهمونی میشد و اینها، یه وقت مثلا گلیاپوچ بازی میکردیم، این عروس ما دیده بود که من بازی میکنم. درست. و این فراخوان رو دید، بدون اینکه به من بگه تلفن منو به اصطلاح آقای کارگردان و گروهشون داده بود که این شخص مثلا گلیاپوچ بلده. درست. یه روزی یه خانم به نام دیوان درهی زنگ زد که من از گلیاپوچ دارم زنگ میزنم خدمتتون و میخوایم شما تشریف بیارید و ببینیم که تست بدید. یعنی یعنی شما هم اصلا در جریان نبودید؟ اصلا در جریان نبودم. بعد من رفتم تو استودیوی اینها، حالا چند تا دوربینم چیده بودن و اینها. من یه بازیای مختصری کردم و بعد اینا گفتن که خب ما گزینش میکنیم دیگه، ببینیم کیا
گفتم من در حد مبتدی بلد هستم و همین بازی‌های معمولی کردم. بعد اینا فیلم برداریاشون رو کردم. بعد گفتم خب تموم شد. گفتن که بله. گفتم حالا یه چایی بیاریم بخوریم دیگه. گفتم باشه. چایی آوردن، شیرینی آوردن و خوردیم. گفتم حالا من میتونم یه خود دیگه بازی کنم؟ گفتن آره شما اصلا اومدی برای اینکه بازیاتو نشون بدی. من اون بازی اصلیمو که به صورت ترفندایی که داشتم شروع کردم و گفتم بابا شما چی میگی مبتدی هستی؟ شما استاد تمامی و این چیزا. کارگردانی و اینا رو آره به میگفتن. شما نه که میگفتن. آره شما از همین الان انتخاب شدی. به به. گفتم من وقت زیادی ندارم. من ساعت 8 شب به بعد که از شرکت میام میتونم بیام برای تمرینات و برای بیشتر. تمرین. حالا روزای معمولی دیگه نمیتونم بیام طول روز. گفتن نه شما هر وقت میتونی بیایی بیا. که این شد که ما ورود پیدا کردیم به این مسئله و اینا گفتن 2 ماه ما با شما کار داریم. اونم مثلا هفته یه روز، روزی 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت بیشتر وقتتون گرفته نمیشه. مثلا اگه بله. 8 شب بیه تا 12 شب تمومه. گفتم اشکال نداره اونجوری. که این مسئله متاسفانه 9 ماه طول کشید بله تقریبا. 9 ماه 6 7 ماه که خب برنامه‌هاش طول کشید بله، و پیش یه 2 تولیدش. ماهی هم که حالا تدوین و سینک و این بله چیزاش دقیقاً. که 9 ماه 10 ماه طول کشید برای پخشش. و دیگه وقتی آدم وارد یه جریانی میشه نمیدونه پا پس بزنه. دیگه وارد که شده بودیم علاقه پیدا کردیم، دوستان جدیدی پیدا کردیم. بله. هی اومدیم تا این طول کشید دیگه. دقیقاً یعنی دلبستگیمون زیاد دلبستگی، شد آره، به هم دیگه، به دوستان برنامه. بسیار خوبی پیدا کردیم. بله. و اینها خب کارگردان هم خوب تشویق میکرد، تهیه کننده کلی تشویق میکرد، آقای مدیری تشویق میکرد. بالاخره دیدیم که خب این تشویقا باعث شد که ما دیگه پا پس نزنیم. بله دقیقاً. بله. و برنامه بسیار جالبی هم شد. یعنی نظر خودتون راجع به برنامه، کلیت برنامه چی بود؟ کلیت برنامه این که من خب یه سری ترفندهایی رو که بلد بودم انجام دادم و یه سری ترفندها رو گذاشتم واسه احیانا قسمت بعدی که باشه. آها فصل دوم. بله فصل به. دوم اگر باشه یه سری ترفندهایی هم دارم که حالا دیگه اونها هم فراتر از اینها هستش. درست. که خب مخاطبین خیلی دوست داشتم. من از همین الان از مخاطبین محترم تشکر میکنم به خاطر علاقه‌ای که به این بازی رو پیدا کردم. به فالوورهای عزیز سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از همه شما بزرگواران. قربونتون برم. خب حالا برگردیم یه ذره، چون توی برنامه فکر میکنم گفتین یه موضوعی و الان میخوام یکم بپردازیم به اون موضوع. و الان هم که داشتید صحبت میکردید راجع به تدوین و اینها. بله. خودتون قطعا واقفید و میشناسید این فضا رو. خودتون گفته بودید که توی سریال دایی جان ناپل اون یکی از گویندگان اون سریال بودید، درسته؟ من با توجه به اینکه قبل از انقلاب تو تلویزیون بودم درسته. و دایی جان ناپلونو که فیلم برداری شد، صداگذاری شد، قسمت دوبلاژ انجام داد که ما یکی از این کسانی بودیم که صداگذاری رو می‌کردیم. درسته. و خب حالا یه تیکه هایی هم به عنوان مثلا صداهای جانبی داشتیم که حالا میگفتن حالا صدای شما خوب هست، حالا نمیدونم اونها میگفتن. و دو سه قسمتی و نه به صورت خیلی بولد شده نه، ولی صداگذاری رو انجام دادیم و 16 قسمت بود. حالا میدونید که دایی جان ناپلون، حالا اگر فرصت باشه من خدمتتون عرض کنم، دایی جان ناپلون یک سریالی بود که ظاهرش بدون صدا بسیار بسیار اسلامی بود، بسیار پوشیده بود، همه لباس ها بلند، هیچ چیز لباس بازی نبود، ولی دیالوگش بسیار دیالوگ حالا من بگم که مثلا منشوری بود. و وقتی صداگذاری شد و این رفت برای بازبینی، بعد از 3 تا جلسه 3 تا قسمت که پخش شد توقیف شد. آها. قبل از انقلاب توقیف شد که حرفایی که اینجا زده میشه دیالوگ ها بسیار دیالوگ های به اصطلاح قابل پسند جامعه نیست. حالا من اسمش هر چی میذاریم. درست. که بعدن یه مقداری تدوین شد، 2 مرتبه صداها عوض شد و اینها که یه خود اصلاحاتی در کلمات و جملات ایجاد شد و قابل پخش شد. بله. خیلی هم عالی. و خودتونم که دوربین به دست بودین؟ بله من تقریبا از 12 سالگی همیشه دوربین داشتم و الانم دوربین‌های فیلمبرداری بسیار حرفه‌ای رو دارم. درسته. 8 میلیمتری فیلم‌های 8 میلیمتری تهیه کردم. نگاتیو. بله نگاتیو. بله.
و خب آرشیو فیلمام هم دارم، فیلم هایی که خودتون ساختین. خودم ساختم، حتی عکسایی که گرفتم از مال درست. 60 سال پیش، 62 سال پیش همه رو دارم. حالا به عنوان یک یادگاری هستش و یعنی خیلی هیچ عالی. استفاده خاصی نکردم. ولی منظورم این که شما سوال کردید، واقعا من دست دوربین بودم همیشه. اون وقتا که دوربین های فیلم برداری نگاتیو 8 میلیمتری رایج بود، اصلا ویدئویی وجود نداشت اون زمانها. بله. و ما این کارا رو میکردیم. بسیار عالی. حالا الان فکر می‌کنم قطعا مخاطبا چون گفتید فیلم ساختید و عکاسی کردید دوست دارن که ببینن. آیا امکانش هست که مثلا یه بخشیشو حالا بعدها برای بیننده بتونید خودتون حالا رو صفحه خودتون یا تو یوتیوب چنل خودم؟ من یه پیجی دارم، حالا البته وقت زیادی هم نمیتونم براش بذارم. یه پیجی دارم که حالا یه چیزی حدود مثلا 57,000 تا فالوور دارم و من تشکر میکنم از فالوورها و بینندگان و کسانی که واقعا علاقه نشون میدن و تشکر میکنم از محبتشون، که حالا در زمانی هم که من یه مقدار کسالت داشتم خیلی هاشون ناراحت بودم و تشکر میکنم از این ابراز همدردیتون و دعایی که در حق شفای من و بقیه مریض ها کردیم. ممنونتون هستم. بله، من یه سری فیلم هایی رو دارم که فیلم ها خانوادگی بیشتر و خب اینا به صورت 8 میلیمتری نگاتیو هستش. حالا اگر قسمت باشه، شانس داشته باشیم، عمری داشته باشیم، شاید زنده باشید بعضیاشو بتونیم ارائه بدیم. حالا قابل ارائه اگر باشه ایشالله. بسیار عالی. خب یکم برگردیم دوباره تو حال و هوای گلیاپوچ، ببینیم که یه سری سوالا ازتون بپرسم و جوابشو بشنویم، ببینیم از نظر شما چیه. بهترین بازیکن گلیاپوچ به نظر خودتون کی بود؟ بجز خودتون ها، یعنی من خودم شخصا بر این عقیده‌ام که شما یکی از بهترین بازیکن‌های گلیاپوچ بود. دوستان خب با ترفندهایی که داشتن هر کدوم یک جور ترفندی رو ارائه میدادن و بازی‌های قشنگی رو ارائه میدادن. درست. و خب میدونید که در این بازی گلیاپوچ کارگردان سعی کرد که یک گل پخش کنی رو به اصطلاح انتخاب بکنه و در کنار اون حالا 2 تا بازیکن دیگه قرار می‌گرفتن که این گل پخش کنه. خب باید بازی با ترفندی رو داشته باشه، به صورت ساده بازی نکنه، که خوشبختانه همشون بازی‌هایی داشتن و با ترفند و این چیزا بازی می‌کردن. درسته. و خیلی هم قشنگ بود. من نمیتونم حالا اینها رو ممیزی بکنم، هر کدوم جایگاه خودشون داشتن و بسیار هم تشکر میکنم از همشون. بسیار دوستان خوبی هستن. الان هم ارتباط تنگاتنگ داریم، هم توی به اصطلاح گروه مربوطه، هم به صورت تلفنی ارتباط داریم. بله. و خدا رو شکر همشون خوب بودن. منتها خب بعضی ها هم از نظر من خوب نبودن. حالا اسم نمیبریم، ولی مثلا بازی های خیلی پیش و پا افتاده انجام میدادن که در شأن این حرفه‌ایایی که بودن بازیشون نبود. درست. از جمله خود من. نه بازی شما که خوب بود. من اسم نمیبرم، ولی بازی شما خوب بود، ولی حالا اسم نمیبرم. ولی واقعیت یکی از کسانی که بازی‌های خیلی معمولی میکرد و شأن گلیاپوچ رو آورده بود پایین. و من حالا اسمشون نمیبرم، ولی این اتفاق افتاد. خوب بود که تذکر داده میشد به این که این حرکت قشنگی نیست. بسیار عالی. شما قطعا خودتون برنامه رو دیدین و قطعا هم لذت بردین، همونطور که خودم لذت بردم وقتی داشتم برنامه ها رو میدیدم. به نظرتون بهترین قسمت برنامه از نظر شما کدوم بود؟ بهترین قسمت برنامه که خیلی احساساتی بود، زمانی بود که گروه عمو حسن به باب باختش. بله. و خب گروه عمو حسن شامل آقا رجب بود و بله. یه نفر دیگه. خودم بودم. خودت بودی؟ آره خودت بودی. بله. و وقتی که این گروه به ما باخت و در واقع باختشون باعث حذفشون میشد، بله. یه ادامه نمیتونست بده، عمو رجب احساساتی شد و گریه کرد. خب
با توجه به سن و سالش که حدود 53 سال هم سن داره، من خیلی متاثر شدم، آقا امید خیلی متاثر شد، بچه‌ها همه متاثر شدن. بله. من رفتم پیش آقای مدیری، گفتم آقای مدیری، ما اگر در فینال برنده بشیم، گروه ما هر کدوم 100 میلیون میذاریم واسه عمو رجب. بعد خیلی از من تشکر کرد و این احساس رو تقدیر کرد. گفت نه من حلش کردم این مسئله رو. گفتیم باشه، پس اگه شما حلش کردید یه مشکلی نیست. که بعد اومدیم 2 مرتبه توی صحنه که آقای مهران مدیری عمو رجب رو صداش کرد و اون برنامه رو اشاره کرد و از سهم خودش 500 میلیون تومان برای ایشون اختصاص داد که باعث خوشحالی هممون شد. بله کاملا. دستشون در صحنه بسیار صحنه قشنگی بود، هم احساساتی بود، هم همدردی بود، خیلی چیز قشنگی بود. و یه صحنه دیگه ای که من خیلی خوشم اومد این بود که در یکی از بازی ها که حالا ما هم میکردیم، کمیل گلو دید. بله. و گفت آقا من گلو دیدم. بعد آقای مهران مدیری گفت خب بگو کجاست. گفت نه نمیگیم، ما گلو ببینیم نمیگیم. و آقای مهران مدیری هم باز اینجا هم خیلی تقدیر و تشکر کرد از مردانگی و مروت و این چیزها که وقتی یه چیزی به این واضحی دیده میشه خوب نیست که دیگه بیان بشه. و باز اونجا هم تشکر شد و این صحنه قشنگی بود. اون صحنه هم براتون جذاب بود. خیلی هم عالی. بدترین باختتون از نظرتون کدوم برنامه بود؟ فکر می‌کنم فینال بود دیگه. قطعاً فینال بود، با توجه به اینکه خب احمد یه بازیکن حرفه‌ای بود و به قول خودش میگه 15-20 سال من تو قهوه‌خونه‌ها بازی کردم، تو 13 آبان و زمزم و این چیزا همش تو قهوه‌خونه‌ها بازی کرده بود و خب ترفندها و شگردها چشم‌ها رو قشنگ میشناخت و این چیزها. خب اون تک‌گلایی که میگرفت باعث شد که ما به اصطلاح ببازیم، در حالی که تقریبا اوایل بازی ما جلو بودیم. ما یه خود روحیه‌مون رو باختیم و امید هم که من تعیین کرده بودم برای گلگیری، امیدم روز گلش نبود. نمیتونست اون کارهایی که قبلها مثلا در بازی‌های قبل انجام میداد انجام بده. بله به هر حال قسمت نبود که ما ببریم. ضمن این که قبل از اینکه حالا با فینال برسیم و بازی‌های اصلی شروع بشه اینها با من مصاحبه‌هایی کردن و گفتن اگر که شما این 500 میلیون تومان رو ببری چی کار می‌کنی؟ من الان فیلماش هم هستش، صراحتاً گفتم من چون حالا خدا رو شکر دستم به دهنم میرسه، نیازی به این پول ندارم و دوست دارم اگر بردم اینو خرج جهیزیه 10 تا عروس و داماد کنم. زنده باشید. خیلی عالی. ولی متاسفانه قسمت نشد دیگه. حالا اون عروس و داماد قسمت عروس و داماد نشد. خیلی هم عالی. پس بدترین باختتون دیگه قطعا فینال بود و حالا میخواستم راجع به استراتژیتون هم بپرسم که خودتون یه اشاره‌ای کردید که شما سپرده بودید که امید گلو بگیره. و حالا توی تمرینایی که ما میدیدیم، یعنی توی پیش تولید که بودیم، من خب بودم میدیدم شما رو و خودتون هم یکی از گلگیرای بسیار عالی اون برنامه بودید، ولی چی شد که اعتماد کردید به امید این کارو بکنه و سپردید بیشتر امید این کارو بکنه؟ آره امید خیلی اصرار داشت که اجازه بده من گلو بگیرم. منم خب این جوان بود و نمیخواستم دلش بشکنه. گفتم اشکال نداره شما گل بگیر، ولی به بعضی از تیکه هایی که لازم بود بهش اشاره بکنم اشاره میکردم در حین گلگیری. بله. و خب حالا نتیجهش هم زیاد مطلوب نشد دیگه به هر حال. متاسفم. ولی به خاطر اینکه ایشون تمایل داشت که گلگیری رو ایشون انجام بده، من هم اختیارش رو دادم بهش که دلش نشکنم، به هر حال جوون هستش و این کارو انجام. بله. خیلی هم عالی. خب رفقا اگه تا اینجای برنامه دوست داشتین حمایت ازمون یادتون نره، سابسکرایب، لایک، کامنت بذارید برامون و سوالاتونو بپرسید. دمتون گرم. خب آقای ادیب زاده اگر که دوست داشتید، میخواستم راجع به گروهتون بپرسم. بذارید سوالمو اینجوری بپرسم که گروهتون رو دوست داشتین یا دوست داشتید با کسای دیگه هم گروه باشید؟ نه گروه خوب بود، هم حرف شنوی داشتن از من، هم بسیار مؤدب و مهربان بودن
و بازیاشون هم خب در حد اعتدال خوب بود، نه گروه خوبی بود، ولی خب در فینال یه مقداری ما بعد شانسی آوردید. حالا اگر که قرار بود که شما یک نفر رو انتخاب کنید به عنوان هم تیمی خودتون به جز کمیل و امید که همگروهیتون بودن، یک نفر رو نام ببرید که دوست داشتید مثلا باهاش همگروهی باشید. من فکر میکنم اگر آقای دکتر مسلم نجفی اگر بود، خیلی دوستش دارم ایشون. بله. بسیار انسان فرهیخته‌ای هستن. اگر ایشون بود به نظرم خوب بود، ولی خب ایشون هم گل پخش کن بود خودش. بله. حالا اگر بود که میتونست در کنار ما یا گل پخش کنه یا در کنار ما باشه، فرقی نمیکنه، ولی ایشون بسیار انسان دوست داشتین که باشه. آره، و بازیاش هم بازیای قشنگی بود. خب خیلی هم عالی. آقای ادیب زاده، حالا اگر بخواید یه خاطره کلی راجع به گلیاپوچ برامون تعریف کنید، اون خاطره چیه؟ یکی از خاطراتی که حالا من توی گلیاپوچ داشتم، توی جمعی بودیم و دوستان پیشنهاد کردن که چند تا ترفند رو من بازی کنم و اینها. مهمونی بود در واقع. درست. من گفتم خب یه چیزی بیارید من بازی کنم و اینا. چیزی نیاوردم، من دست کردم تو جیبم، یه دونه 5 تومانی اون زمانو سکه رو در آوردم، گفتم من با این بازی میکنم. خب این که بزرگه، یعنی گفتم نداره. و خب من بازی کردم، همینجوری بازی میکردم، بعد دستامو نشون میدادم اینجوری. درست. بعد میگفتن خب این گل کجاست پس؟ بعد که حالا چیز میکردم میآوردم گلو، گفتم بیا این گل. و اینا خیلی تعجب کرده بودن، آخه ما که دست دیدیم چی توش نبود. اونم یه سکه 5 تومانی، مثلا اون زمانی که سکه ها 5 تومانی بود، دورش یه ورق طلایی هم داشت. ورق طلایی داشت. بله. بزرگ بود. و اینها گفتن چیکار میکردی تو؟ کجا قایمش میکردی؟ گفتم والا دیگه این طرفم باید بمونه دیگه، نباید بگم. آره، این خاطره بسیار جالب بود. اینا روزها و ماهها از من سوال میکردن اونو باید به ما بگی، ولی من هنوز نگفتم بهش. هنوزم نگفتید. خب بسیار عالی. راجع به تحصیلات خودتون بگید آقای ادیب زاده، چون میدونم که مشغول تحصیل هستید همچنان توی این سن. بزنم به تخته ماشاءالله. بله. و خودتون یه توضیحاتی بدید بهم. عرضم حضور شما که ما خانواده‌مون رو اگر بخوایم محک بزنیم و اساس خونه‌مون رو محک بزنیم، نصف اساس خونه ما کتابه. درست. و کتاب زیاد داریم، چون خانم من دکترای روانشناسی داره و خب کتابای روانشناسی خیلی داره. پسر من دکترای عمرانسازه داره، اون هم همینجور. دخترم دکترای معماری داره و اون هم همینجور. و پسر من اصرار داشت که نمیشه که اعضای خانواده همه دکتر باشن، شما نباشی، شما فوق لیسانس بشی، شما حتما باید دکترا داشته باشی. گفتم پسرم من کتاب باز میکنم خوابم میبره، من الان حوصله درس خوندن دیگه ندارم که. ولی یه روزی صبح جمعه بود، ساعت 7 اومد در اتاق من، زدش و یه ورقه A5 به من داد، گفت این کارت ورود به جلسه، بلند شو برو امتحان بده. گفتم امتحان چی بدم؟ گفتم امتحان دکترا. گفتم پسرم ول کن، من که آخه ثبت نام نکردم. گفت نه من برای شما ثبت نام کردم، بلند شو برو. ما رفتیم دانشکده، فکر کنم پلی تکنیک بود امیرکبیر، رفتیم اونجا سر جلسه و امتحان دادیم و اومدیم. بعد از مدتی خودش پیگیر بود و زنگ زد که آقا دردسر برات درست شد. گفتم چی شده؟ گفت مجاز شدی، حالا باید بریم مصاحبه. درست. ما گفتیم باشه، حالا دیگه مجبوریم مصاحبه هم بریم. مصاحبه رفتیم. در مصاحبه خوب اساتید نشسته بودن، به همشون میگفتم ببینید آقایون دکترها، استادای محترم، من بیشتر از سن شما سابقه اجرایی دارم، ولی الان کتاب باز میکنم خوابم میبره، حوصله درس خوندن ندارم. خواهشاً ما رو مردود کنید تو مصاحبه، ما بریم دنبال کار زندگیمون. به خدا عین اینا رو میگفتم، صادقانه گفتم حالا حوصله درس خوندن ندارم. ولی دیگه دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین روزانه ما رو پذیرفت و من الان ترم 3 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین هستم و حالا
بتونیم قسمت باشه، عمری باقی باشه، تمومش بکنیم. خب آقای ادیب زاده، اگر صحبت کلی راجع به گلیاپوچ دارین بگین، اگر که چیزی مونده گفتنی هست بهمون بگید. یه چیزی که حالا من نگفتم اینو، یه چیزی که منو پوش کرد به شرکت در این تورنمنت، این چیزی بود که کارگردان و تهیه کننده اوایل اصرار داشتن و گفتن که انشالله هم انجام میدن که به لحاظ اینکه گلیاپوچ یک بازی سنتی ایرانی هست ما ثبت گینس بکنن. بله. و من از این مسئله خیلی خوشحال شدم، گفتم هر چی در توان دارم باید بذارم تا این به ثبت برسه به نام ایران. بله. این باعث افتخار میشه. بله، انگیزه مهمی بود که حالا انشالله بتونن انجام بدن اینو. انشالله منم واقعا آرزو میکنم. و من معمولا حالا توی گفتگوهایی که با دوستانی که میان میشینن دارم، ازشون خواهش میکنم که یک سوال از من بپرسن. بله. و اون سوال هر چیزی میتونه باشه و منم طبق معمول همیشه صادقانه راستشو به شما میگم. بله. من اونجایی که میدونم شما خودتون کارگردانی خوندید و الانم با مهران مدیری، با آقای مهران مدیری بله. کار میکنید، تئاتر کار کردید، فیلم تهیه کردید، هزینه‌های زیادی هم کردید. بله. و این یه بعد مسئله است. یه بعد فوتوژنیکی خودتون هست که بسیار ظاهر قشنگ و برازنده‌ای دارید و انشالله که همیشه موفق بشید. و من در تمام طول این مدت چند ماه که بعد کنار هم بودیم از شما لذت بردم، مصاحبت شما، در کنار شما بودن لذت بردم و انشالله همیشه موفق و مؤید بشید. خیلی عالی. آقای ادیب زاده، یه سوال. من قبل از اینکه حالا این برنامه رو قرار بود ضبط کنیم با هم یه جلساتی داشتیم و یه روز شما منو دعوت کردید، لطف کردید این کار کردید و رسیدم خدمتتون، با هم صحبت کردیم و اونجا متوجه شدم که شما تمام روزهای زندگیتون رو به صورت دقیق یادداشت میکنید که چه اتفاقاتی افتاد و اینها. یک کلیتی ازش بهمون بگید، چرا این کارو میکنید؟ دلیلش چی میتونه باشه؟ بله، من در واقع نمیدونم حالا چجوری شد که این انگیزه رو پیدا کردم. از سال 63 64 من سررسیدهایی که دارم تمامشون مطالب و زندگی نامه‌مو می‌نویسم توش که چه اتفاقاتی افتاد، چه پولی دادم، چه پولی گرفتم، کی رفت، کی اومد. و این حدود 40 تا سررسیدی که تو کتابخونه من در کنار هم هستن اینها. یعنی اگه یه روزی یه نفر بیاد از اینها بخواد یه چکیده‌ای تهیه بکنه، یه سریال خوبی میتونه تهیه بکنه. بله. و الان هم باز همین کارو دارم میکنم. تمام بدبستون‌هامو، تمام رفت آمدهامو، تمام قرارها رو ثبت میکنم و فکر میکنم یکی از موفقیتام همین ثبت این وقایع هستش که قبلش ثبت میکنم، بعدش ثبت میکنم که اینها میتونه برای من در واقع راهگشا باشن. بسیار عالی. خب آقای ادیب زاده، آقای دکتر ادیب زاده بهتره در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون واقعا بابت وقتی که گذاشتید برای من، برای مخاطبتون، برای بینندگان و ازتون بسیار ممنونم و امیدوارم که باز هم ببینمتون به زودی و همیشه زنده باشید. خیلی ممنون که این گفتگو رو با هم انجام دادید. حالا اگر صحبت پایانی با مخاطب دارید شما هم میتونید. بله، ممنون هستم از دعوتتون، از اینکه وقت گذاشتید، منو دعوت کردید. از مخاطبین محترم تشکر میکنم که به هر حال این مسائل رو دنبال میکنن و علاقه‌مند هستن که این مسائل رو ببینن که چه میشه و چه خواهد شد. و از همهشون تشکر میکنم، از محبتشون، از دعای خیرشون. انشالله همیشه موفق و مؤید بشن تمام مخاطبین من و حضرت عالی هم انشالله که در کارهاتون موفق و مؤید بشید. قربونتون برم. خیلی ممنون از لطفتون. متشکرم. خداحافظ شما. مرسی رفقا، دمتون گرم نگاه کردید. ساب، لایک، شیر یادتون نره. دوستتون دارم. خداحافظ.